سلام دکتر جان. میدونید که ببینید که این به تمام زبان‌ها اینا نوشته. ببینید که این بازش کرده، ببینید چقدر بزرگ، چون با عکس که نمیتونستم. نگاه کنید ببینید چقدر این بزرگه. اینم باید حتما تو جیب این اسم خوبی داره مریضا باشه. ببینید پشت بوم اینا چقدر تو هر بستهش اینا هست. نگاه کنید آقای دکتر، توجه بفرمایید ببین چقدر بزرگه. این باید وقتی هر دفعه این باز پشت دیگهش، توجه بفرمایید دکتر، می‌بینید به تمام زبان‌ها نوشته چقدر هم بزرگ. می‌بینید در هر بستهش. پس این دارو خیلی داروی واجبه و خطرناکیه، باید طبق دستور دکتر خیلی خیلی اجرا بشه. ولی من که با همین پروفسور گفتم حالا این دیگه من این دوزش چیز کردم، 2.5 کردم. می‌بینید قرصه به این کوچیکه، می‌بینید قرصاش هم به این کوچیکیه، می‌بینید اینطوری. البته گفتم یه چند ماه 2.5 فقط صبح می‌خوردم، ولی یک درد ازداد کردم، فوراً اکوگرافی کردن، گفت نه ماشاءالله هیچی نیست. اینو فقط می‌خواستم به شما بگم، این به دکتر هم نشون بدید، بگید که این آقایی که در فرانسه است این با این دارو اسفناج و این ویتامین کا نباید بخوره. قربان شما، خداحافظ.